با تشبث حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در یکجایگی با کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مسابقه ورزشی عاید به فوتبال خرد برای دریافت جام حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان بین دسته‌های فوتبال غیرکسبی برگزار گردید. مرحله اولی مسابقه در همه شهرهای و ناحیه‌های ولایت سوخت از سال 1 ایول سال روان به استقبال 3 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک 571 دسته گزارنده شد. با مقصد تامین اجرای برنامه مخصوص پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای رشد فوتبال خرد بین دیها و جماعت‌های شهر ناحیه جنوب تاجیکستان و با مقصد ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و سزاوار تجلیل نمودن جشن 30مین سالگرد تأسیس یابی استقلال دولتی جنوب تاجیکستان با تشبث حزب خلقی دم تاجیکستان در یکجایگی با فدراسیون فوتبال تاجیکستان و کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مسابقه ورزشی فوتبال خرد برای دریافت جام حزب خلقی دم تاجیکستان بین دسته‌های غیرکسبی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت مسابقه برگزار گردید. مسابقه مذکور طبق نظامنامه از 4 مرحله عبارت باشد و مرحله یکم در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان در سطح دیه و محل‌ها مسابقه ورزشی عاید به فوتبال خرد در 3 مرحله برگزار گردید. در مرحله دوم 128 دسته شرکت ورزیدند که از آن 18 دسته از شهر و ناحیه ولایت به مرحله سوم رو خط گرفتند. مرحله سوم مسابقه ورزشی خرد بین دسته‌های غیرکسبی از سال 21 تا 23 سپتامبر در میدانچه ورزشی باغ غلبه شهر خوجند گزارنده شد. غالب سوم مسابقه برای اشتراک در دور نهایی جمهوری رو خط می‌گیرد که قسم نهایی آن از سال 30 سپتامبر تا 5 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. چیزی که گفتیم امروز ببینیم در تمام شهر و ناحیه‌ها تا حتی منطقه‌های دوردست‌ترین هم دیه‌های دوردست‌ترین هم میدانچه‌های ورزشی هستند. تالارهای ورزشی خوب در نزد هم مکتب‌ها هم در دیه‌ها هم با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان و همچنین صاحبکاران و شخصان سخاوت‌پیشه ساخته شدند. در مرحله سوم 4 دسته به فینال مسابقه را خط گرفتند و جام مسابقه باشد نصیب دسته به نام صادقخان حافظ شهر خوجند گردید. دسته اسرافشان صاحب مقام دوم، دسته اسفر مقام سوم و دسته بوستان سزاوار مقام چهارم شدند. شماره عمومی اشتراکچیان مسابقه از همه شهر و ناحیه‌ها 9963 نفر را تشکیل می‌داد. در مرحله سوم دسته صادقخان حافظ شهر خوجند امروز باعث خرسندی است که ما دسته های ولایت به رحمت به حزب خلقی دموکراتی این مسابقه در سطح عالی گذرانده ایستاده‌اند. ما من دسته خوجند باوری داشت صادقخان حافظ شهر خوجند باوری داشتیم که جای اولین رو اشغال کنیم، حرکت کردیم. بچه‌ها همه رحمت من یک از نام ترینری مربی دسته و همه بچه‌ها رحمت میگویم. ما میخواهیم که همین مسابقه بسیار شود، سطح جمهوریوی شود، ساکنان شهر ناحیه‌ها دائم به ورزش مشغول شوند. مسابقه به‌حد در سطح عالی گذشت. رحمت به تشکیل کنندگان مسابقه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان. اینها نیت داشتند که با جمهوریوی میشد. ما به مرحله جمهوریوی رو خط گرفتیم. کوشش میکنیم در مرحله جمهوریوی رفته جای نمایان رو اشغال کرده بیاییم. و 4 دسته غالب جام و تحفه‌های خاطره سپرده شد. مقصد از تشکیل مسابقه دریافت نمودن جوانان با استعداد و ترغیب تقویت بخشیدن ورزش و دوستی بین جوانان شهر و ناحیه‌های مملکت میباشد. گزارش نصیب جان ابیف و نیم جان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.